بچه ها ما اومدیم یه فضای سبز و قراره با این خانومای محترم آشنا بشید. از این ور شروع میکنیم. گلی خانوم عزیز که یوتیوبر هستن. سلام دوستای گلم، روز خوبی داشته باشی. شما هم همینطور. گیلک بود هستن. سلام دوستان خوب و نازنین، امیدوارم حالتون خوب باشه، لحظات شادی رو داشته باشین و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. همچنین ممنون. اکرم خانم که معرف حضورتون هستن. سلام، خوبین؟ روزتون بخیر. و بانوی شمالی. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان گرامی ستاره جون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جای همگیتون خالی. قربون شما. اینم مامان خانوم که امروز اومده. سلام، حالشون خوب هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. خیلی ممنون. ما اومدیم با دوستای سوید خانم آشنا بشید. خب خیلی هم عالی. سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. هر جا که هستید از ته دل براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. امروز سرخیز شدم به خاطر اینکه هم یه ویدیو براتون گرفتم آموزشی که بعدا براتون میذارم، حتما نگاه کنید. امروز قراره با دوست مامان بریم یه جای حالا سرسبز بشینیم و دوره هم باشیم. حالا جالبیش کجاست؟ این که دوست مامان یوتیوبره، یه یوتیوبر خیلی قدیمی که چند سالی از فعالیت دارن. بعدن حالا کانالشون رو براتون میذارم و میگم حتما دنبال کنید، کلی آموزش های عالی دارن. امروز قرار هم دیگه رو ببینیم. بعد از اونجایی که دوست مامانم یوتیوبر هستن، دیگه قراره همه یوتیوبرها دوره هم باشن دیگه. منم گفتم از این فرصت استفاده کنم، هرچند که به پاشون نمیرسم. گفتم یه کیک شکلاتی براشون درست کنم. حالا همیشه من کیک شکلاتی انتخاب میکنم، دلیلش هم اینه که تو مهمونی‌ها به خاطر اینکه مامان عاشق کیک شکلاتیه، بعد درست میکنم میگم یه قسمتی رو برای مامان میبرم که دوست داره. حالا امروز اگر مامان بتونه همراه ما میاد، چون هوا خیلی گرمه، بعد مامانم کلا گرماییه خیلی دوست نداره مثلا جاهایی که گرمه یا بعد از ظهر بیرون بره. حالا من بهش گفتم اگر دوست داشتی و تونستی بیا، اگر دوست داشته باشی که با مامان میاد، اگرم که نه که مثلا حالا به خواهرم گفتم میذارم غروب‌تر شد هوا خوب شد بیرون بودیم بیاد، مثلا مامانو بیار. گفت باشه. من دیگه گفتم بعد از آموزشی که براتون تدارک دیده بودم که انجام بدم، گفتم بیام یه کیک هم براشون درست کنم. خوشحالم از اینکه میبینمشون. البته نمیدونم چند نفرن، چون که میگم قرار دوست مامانم بیان که یوتیوبرن. آردی بلند کردم. دوست دارم ببینمشون، دوست دارم از تجربیاتشون استفاده کنم تو آشپزیام، به خاطر اینکه مطمئنا تجربه خیلی بیشتری دارم مثل مامان که میخواد آموزش بده از کمترین وسایل. دیدین الان آدم میخواد آشپزی کنه، آشپزی ها خیلی قرتی مرتی شدن، خیلی اینجوری بریز به پاشدار و اینا، ولی قدیمی ها خیلی راحت، خیلی آسونتر میگرفتن و واقعا هم غذای خوشمزه درست میکردن. حالا میگم سعی میکنم که بیشتر باشون آشنا بشم که بتونیم با هم دیگه ویدیوهای بیشتری بگیریم. مطمئنا شما هم خوشتون میاد، چون که غذاهای سنتی درست میکنن، به زبون خودشون خیلی راحت یه چیزی رو توضیح میدن. من که خیلی دوست دارم حالا امروز زودتر بعد از ظهر بشه که میخوام قراره ببینمشون. امیدوارم که اونجا خیلی خجالت نکشم، چون جاهایی که اولین بار کسی رو میبینم یه ذره معذب میشم، یه ذره راحت نیستم. حالا دوست مامان که هست خیلی راحت ترم، ولی به مامانم که میگم گفتم که بیاد، نمیدونم میاد یا نه. اگه خب مامان اینا هم باشن که خیلی دیگه راحت تر میشم دیگه. باید این چی میگن یخم آب بشه که بتونم با هم دیگه وقتی ویدیو میذاریم راحت باشیم. حالا مطمئنم من قراره از تجربیاتشون استفاده کنم، چون هم یوتیوبر قدیمی تر هستن، هم به هر حال دیگه خیلی واردن دیگه. این کیک هم بچه‌ها میگم کیک پرطرفدار ما این شکلاتی است که فوق العاده راحت و آسونه. قبلا هم آموزشش رو گذاشتم، چون هر وقت من درستش میکنم همه سوال میکنن ستاره جون تو رو خدا دستور اینو بذار. من دوباره دستور این کیک شکلاتی رو اینجا براتون میذارم، حتما برید نگاه کنید، مطمئنم که خوشتون میاد. هم بافت خیلی خوبی داره، یه دونه تخم ممنی هم دارم،
هم بافت خیلی خوبی داره، هم خیلی خوشمزه است. بچه‌ها محلی ها رو اصولا جایی باید بشکنید چون تازه بود، منم میدونستم شکوندم، وگرنه حتما امتحانش کنید. بچه‌ها من آماده شدم، اکرمینا اومدن دنبالم بریم. بچه‌ها ما اومدیم یه فضای سبز و قراره با این خانومای محترم آشنا بشید. از این ور شروع میکنیم. گلی خانوم عزیز که یوتیوبر هستن. سلام دوستای گلم، روز خوبی داشته باشی. شما هم همینطور. گیلک فود هستن. سلام دوستان خوب و نازنین، امیدوارم حالتون خوب باشه، لحظات شادی رو داشته باشین و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. همچنین ممنون. اکرم خانم که معرف حضورتون هستن. سلام، خوبین، روزتون بخیر. و بانوی شمالی. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان گرامی ستاره جون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جای همگیتون خالی. قربون شما. اینم مامان خانم که امروز اومده. سلام، حالشون خوب هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. خیلی ممنون. ما اومدیم با دوستای سپیده خانم آشنا بشید. خب خیلی هم شمالی سپیده خانم مهربون زحمت کشیده ما رو دعوت کرده. امیدوارم که روز خوبی کنار هم داشته باشین. اینم بساط چایی و چی داریم؟ باقالی داریم. باقالی بخوریم، جای همگیتون خالی. شامی مارمزونی درست کردم. و دستتون در پنیر و خیار و گوجه و چای. بفرمایید شما. بساط اون به راهه. بفرمایید. خب بچه اینجا یه منطقه از انزلیه که به نظر من خوش آب و هوا بود. من گفتم جایی باشه که خلوت باشه بخوایم دور هم جمع بشیم. اون سمت هم دریاه، هوا الان خیلی خنک‌تر شده دیگه. همین دیگه گفتم که این مسیرم براتون بگیرم نگاه کنید. اگر شد تا سمت دریا هم میبرمتون. باقالی داریم، خیار گوجه داتون خالی. پیازم درست کنم نکنیم؟ اینا پیاز میخوری؟ پیاز میخورم اگه نه. همه جمع میخورن. من نه. ما تو پیاز میخوری؟ پیاز خوری؟ به به گلی خانوم. جانم. این مایه کیکتون رو میگید. کیک نیست کاکاه، درسته؟ کاکا مثلا به لهجه شمالی خودمون ما مثلا غذایی که درست میکنیم اسمش میگیم کاکا. آره. الان من اینو آماده کردم، توش آرد گندم، آرد برنج، آرد ذرت، 3 تا آرد ریختم توش. بعد زعفران، گردو، شکر، 4 تا دونه تخم مرغ، بله. بعدش با کنجد. خب دستورش رو گذاشتین قبلا؟ آره اینو تو خونه درست کردم، نزدیک 1 ساعت و نیم 2 ساعت تو یخچال گذاشتم. این قشنگ الان جا افتاده. الان میخوام اینا بریزم تو ظرف که روغن بریزم درستش کنم، ببینم حالا چی در میاد. عالی در میاد مطمئنم. دستورش رو قبلا گذاشتن ها. حتما اگر دوست دارید یاد بگیرید کانال گلی خانم کاکای زعفرانی، بله حتما نگاه کنید. بچه ها روز خوبیه کنار کسایی که تا الان ندیدم، البته کسایی که گیلک فود و با گلی خانوم و کانالشون رو خودم دنبال میکنم، میبینم کاراشونو. سپیده خانوم که جزو دوستان مامان هستن، بانوی شمالی منظورمه. خلاصه خوشحالم دیگه، برای اولین باری که دیدمشون خیلی خوش برخوردن، ولی اولش راستشو بگم خیلی خجالت کشیدم. دقیقا زمانی که آدم اولین برخورد و قراره با بقیه داشته باشه برای منم همیشه سخت بوده، ولی مخصوصا که همشون کدبانوان، همشون هنرمندن. خب من عضو خیلی خیلی کوچیکی از این گروه میشم. اگر بشه بعد از این به هر حال از تجربیاتشون، ببین چه جای ناهمواری رو من دارم میرم، از تجربیاتشون استفاده میکنم. بعد از این مطمئنا خیلی چیزا باید ازشون یاد بگیرم. خوشبختانه امروز اکرم و مامانم اومدن، زینبم الان اومده و باعث شده که به هر حال احساس تنهایی نکنم. زودتر تونستم یخم آب بشه.
گفتم شما رو ببرم سمت ساحل. خودم خیلی وقت نیومدم، یه خیلی وقت که میگم شاید حدوداً 1 ماه، شاید کمتر. قبلا هر روز میومدیم ورزش میکردیم. مامان یه استرسی هم پیدا کرده، سگا خیلی زیادن، واقعا هم کاری به کسی ندارم، ولی مامان از اونجایی که خیلی استرسیه اصلا دقت کردم دستش میلرزید. من دیگه مجبور شدم سگا رو ذره چیز کنم که برن عقب‌تر بمونن. گفتیم یه ذره بیایم لب ساحل، کنار دریا. نمیدونم کنار دریا میگن یا لب ساحل میگن، حالا شما به من بگید کدومش درسته. همیشه میبینید یه عده آدما تعصب خاصی رو کلمات دارن، این نیست اونه، هی اون نیست اینه. شما بگید لب ساحل میگن یا کنار دریا. فکر کنم کنار دریا میگن، شاید لب ساحل گیلکی باشه، نمیدونم. الان فکر کنم لب ساحلیم، بریم جلوتر میشه کنار دریا. کنار دریا بریم کنار. او انقدر که ماما درزی یکی جیغ میزنه فکر میکنم صدای مامانه. چه دریای تمیزی. بعد جاش با من بوده بچه‌ها. من گفتم که بیایم اینجا. ستاره بیام اون ور این ور ولی خیلی بهتره قیافه. خب بهتر بچه‌ها. این فیلمبردار باید اینجوری باشه دیگه، بگه کدوم ور بهتره. ستاره جون جستت این وری باشه اون وری باشه و اینا. خلاصه الان دارن کاکا درست میکنن. من گفتم تو این فاصله سریع بیام بهتون دریا رو یکم نشون بدم، یکم انرژی مثبت بگیرین، بعد برگردیم چای بزنیم، کیک شکلاتی بزنیم، کاکا بزنیم. صندلامو بگیر، مرگم تازه برام خریده. آخه لاکچری بودن تا چه؟ تا همین حد که میبینی خواهد. ولی خواب مونده بودم و یعنی بعد از ظهر چون کار داشتم گفتم تا 1:06 قرار بود بیان، گفتم تا قراره بیان من یه چرتی بزنم. باور نمی‌کنی من نمیدونم این عادت از دوران دانشگاه برام مونده، مدرسه مونده. همین که صدای زنگو که شنیدم قلبم ریخت. اصولا ساعت رو میذارم رو زنگ، ولی از اونجایی که خیلی اونجوری استرسی ام قبل از اون ساعت همیشه خود به خود بیدار میشم. ولی امروز خب ساعتی رو زنگ نبود، گفتم حالا خیلی وقت داریم. خوابیدم، گوشیم که زنگ خورد که سپید خانم زنگ زد که زودتر حاضر بشین، چیز شد. خیلی اینجوری چیز شده بودم، استرس گرفته بودم، یه جوری بودم. دوست دارم ورزش بیام لب ساحل یا کنار ساحل، خیلی خوبه. لب دریا درست‌تر نیست؟ نمیدونم کدوم درست تره. یادم یه باری یه دوستی بود اینو گفته بودم، نمیدونم مسخره‌ام کرد، میخندید. حالا به خاطر همون دارم بهتون میگم به نظرتون چی کار کنم. بچه‌ها اگه واقعا عاشق آشپزی هستید حتما کانال گلی خانوم و بانوی شمالی عزیز و نفسم گرفت و گیلک فود رو دنبال کنید. کلی آشپزی دارن به سبکای خودشون. به هر حال میدونید که قدیمی‌ها خیلی اطلاعات آشپزیشون و هر حال همه چیزشون بالاتره دیگه. من که تازه کارم، در حد خودم دارم آموزش میدم. اگر دوست دارید دنبالشون کنید و کلی انرژی مثبت بگیرید. دیگه برید.
خودتو تو باد رها کردی. آره اکرم جون کیکو ببره یا نبره دیگه باری ببره خیلی عالی. افتخار اکرم جون قربون شما. اینم گلی خانم زحمت کشیده چه کاکایی درست کرده. بانوی شمالی چه چایی دم کرده. همه هنرمندا دستشون در نکنه. سالم دل خوش داشته باشی. گیلک بود. قربونش همگی دستشون در نکنه دیگه. باعث شدن که امروز دور هم باشیم بهمون خوش بگذره. کلی چیزای خوشمزه. یه روز خوب کنار استادای عزیز. بله چیزای خوشمزه بخوریم. آره دوستای عزیز، استادای آشپزی. خداوند همشون حفظشون کنه. الهی آمین. اکرم تو چقدر خوب برش زدی. خیلی عالی. خیلی عالی. تخصص برش کیک میرسه به اکرم. خیلی ممنون. قربون مرسی. شما. جاتو خالی. قربونت مرسی. چه کیکی. دست ستاره فود در نکنه. خواهش میکنم نوشه جان. مثل همیشه عالی. قربون دارم. سنگرم اونجا هست. باشه. ما اومدیم خونه. اکرم و مامان منو رسوندن. بانوی شمالی، گیلک فود، گلی خانوم هم رفتن خونه. خیلی روز خوبی بود به من که خیلی خوش گذشت. تجربه خوبی بود از اینکه بتونم یوتیوبرهای انزلی رو ببینم از نزدیک. اینکه خیلی خوش برخورد بودن، مهربون بودن، آدم حس خوبی داشت. حالا اولش درسته یکم خجالت کشیدم ولی بعدش دیگه کم کم اینقدر که خوب برخورد میکردن، صحبت میکردن دیگه منم راحت بودم. یعنی خیلی تونستم باشون ارتباط برقرار کنم. به من که خیلی خوش گذشت. دست بانوی شمالی درد نکنه. خیلی امروز زحمت کشید باعث شد که دوره هم باشیم. کلی هم ظرف و ظروف جمع شد براش. بنده خدا دستش واقعا در نکنه دیگه. منم کیکی که درست کرده بودم همه خوششون اومد. خیلی خوشحال بودم از اینکه دوست داشتم به خاطر اینکه به هر حال همشون با تجربه‌ان، همشون هنرمندن، با سلیقه‌ن. پیش خودم میگفتم حالا نمیدونم دوست دارن یا نه، یا شاید اصلا شکلاتی دوست نداشته باشن، ولی خیلی خوششون اومد. منم خوشحال شدم از این قضیه. دیگه کم کم داشت هوا تاریک میشد دیگه. خداحافظی کردیم، مسئله رو جمع کردیم. منم دیگه یه چند تا ظرف و ظروف برام مون که بخوام بشورم. البته این لیوانا استفاده نشده ولی چون با خودم بردم بیرون گفتم که بشورمش. در حال اگه دوست دارید خانم‌های هنرمند و با سلیقه دنبال کنید حتما کانال بانوی شمالی عزیز رو دنبال کنید. دوست مامان هستش، همونطور که گفتم خیلی خانم با سلیقه‌ایه. و هم مرسی از اینکه امروز به هر حال دعوتمون کرد دور هم باشیم. به من که خوش گذشت، روز خوبی بود. امیدوارم بتونم در کنارشون ویدیو داشته باشم، از تجربیاتشون استفاده کنم. شما هم ممنونم ازتون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. خیلی خیلی دوستتون دارم. نظراتتون رو برامون کامنت بذارید، بهمون کلی انگیزه میده، انرژی میده، به خاطر اینکه به هر حال میدونم که آدمای مختلفی با سلیقه‌های مختلفی دارن کانال ما رو دنبال میکنن. به هر حال هر کسی یه روال رو دوست داره. یکی آشپزی دوست داره، یکی غذاهای محلی، یکی فست فود، یکی ولاگ. هر کی به هر حال تنوع خودش رو دوست داره که اون چیزی که دلش میخواد رو دنبال کنه. من سعی میکنم تو کانالم از همه مدل چیزایی که خوشتون میاد یا دوست دارید یا براتون مفیده ویدیو میگیرم. حالا این شمایی که به من کمک میکنید که تو کدوم زمینه بیشتر فعالیت کنم یا تو کدوم زمینه بیشتر موفق ترم. منم مثل خیلی های دیگه کم تجربه هستم. دوست دارم که بیشتر تجربه داشته باشم، بهتر بتونم باهاتون در ارتباط باشم. یه وقتایی خجالتی هستم، اینم بگم. حالا همونقدر که پررو هستم، تون میپرم تو حرفا، ولی واقعا یه وقتایی هم خجالتی هم. مثلا احساس میکنم تو صحبت کردن یه عده کامنت گذاشته بودن خیلی حرف میزنی. ببینید من خیلی حرف میزنم، باور کنید خودم اینجوری فکر نمی کنم تو زندگی شخصی.
آدمی نیستم که خیلی صحبت کنم. اگر میبینید برای شما صحبت میکنم یا یه چیزی رو توضیح میدم، به خاطر اینکه شما پشت دوربینید. شاید برای خیلیاتون سوال باشه، مثلا ستاره جون دلیل خاصی داره نمیدونم اول غذا نمک میریزی آخر غذا نمک میریزی، نمیدونم دلیل خاصی داره نمیدونم فلان کارو فلان موقع انجام میدی. من به خاطر این آدما، به خاطر این دوستای عزیزی که این نظراتو دارن، من میام صحبت بیشتری میکنم، بیشتر توضیح میدم یه چیزی رو، وگرنه قصد اینو ندارم که حوصله‌تون رو سر ببرم، که دوست دارم با هیجان با انرژی دنبال کنید ویدیوها رو. خیلی به هر حال ممنونم ازتون، بودنتون به ما انگیزه میده، کمکمون میکنه تو کانالمون موفق‌تر باشیم. و بعد از این هم میگم چون تابستون هستیم میتونم جای دیدنی زیادی ببرمتون، ولی باز بستگی به خودتون داره. اگر دوست دارید حتما برام کامنت بذارید، بگید که بهتره مثلا ولاگ داشته باشیم، مسافرت داشته باشیم براتون یا نه. خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدارتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. کسایی که تازه وارد کانال ما شدن حتما سابسکرایب کنن. ممنونم.